الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یکی از مواردی که به عنوان شکر نعمت بر ما لازم هست این است که در راه الله متعال صدقه بدیم. هر چیزی رو که در توانمون هست از دستمون برمیاد، در هر زمان و مکانی که توانایی صدقه دادن را داریم از این کار دریغ نکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که علی کل مسلم صدقه، بر هر مسلمان لازم هست که صدقه ای را بدهد به پاس نعمتهای بیشماری که الله متعال به انسانها و به افراد مسلمان داده. هر مسلمانی باید صدقه بدهد. هرچند که احساس بکنید که فلان انسان و فلان مسلمان شاید فکر بکنه که من نعمت چندانی از الله متعال رو ندارم، اما واقعیت این است که حتی همان کسانی که کمتر از همه از نعمتهای الله متعال برخوردار هستند، الله متعال بر اونها لطف و احسان خیلی زیادی رو داره. هیچگاه نباید که نعمتهای الله متعال رو دست کم بگیریم و نادیده بگیریم. فرمودند علی کل مسلم صدقه، هر مسلمان باید صدقه بدهد. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که یا نبی الله فإن لم یجد، ای پیامبر اگر انسانی چیزی نداشت که صدقه بدهد، مال و منالی نداشت، ثروتی نداشت که صدقه بدهد، اون فرد چه کار بکند؟ فرمودند یعمل بیده فینفع نفسه و یتصدق، برود کار بکند، زحمت بکشد، هم برای خودش رزقی رو کسب بکند و هم صدقه بدهد. کسی که درآمدی ندارد برود دنبال شغلی، کاری، یک کاری رو انجام بدهد که هم نفعش به خودش بر بگردد، رزق و روزی برای خودش، و هم یک مقداری رو صدقه بدهد. گفتند که یا رسول الله بالفرض که یک انسانی اصلا کاری گیرش نیومد، اصلا شغلی نداره، زمینه کار براش وجود نداره، اصلا درآمدی هم ندارد که صدقه بدهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یعین ذا الحاجة الملهوف، به یک نیازمند کمک بکند. اگر نمیتواند کمک مالی بکند، حداقلش این است که میتواند همکاری بکند در زمینه‌های دیگر. کسانی را که نیاز به یاری دارند، نیاز به کمک دارند، نیاز به همدردی دارند، به اونها کمک بکند. حتی در روایت اومده ولو این که یک باری را شما با یک فردی بگیرید بر روی مرکب و سواریش بگذارید، صدقه هست. همین که یک فردی را از یک جای به جای دیگر برسانید، صدقه هست. راه‌های صدقه بسیار زیاد هست. فرمودند اگر کسی درآمدی ندارد، به نیازمندان، به کسانی که نیاز به کمک دارند، به اونها کمک بکند، همکاری بکند. این هم یک نوع صدقه دادن هست. یکی سوال کرد که بالفرض اگر این هم از دستش بر نیاید، نتواند که همکاری بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر فانها له صدقه، حداقلش این است که کار خیر انجام بدهد. اگر نمیتواند از نظر مادی به کسی دیگر کمک بکند، اگر نمیتواند، توانایی جسمانی هم ندارد که به کسی دیگر کمک بکند، حداقلش این است که خودش نیکوکار باشد، از کار شر باز بیاید. اگر نمیتواند به دیگران خیری برساند، حداقل
شر نرساند، این هم برای اون صدقه هست. یعنی در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه دادن رو طبقه بندی کردن. اول این که با مال خودتون به نیازمندان و مستمندان رسیدگی بکنید. اگر مال نداشتید در فکر درآمدی باشید و کسب و کاری برای خودتان پیدا بکنید و بعد از آن انفاق بکنید. اگر بالفرض درآمدی رو هم نداشتید، با جسم و جان خودتان توانایی رو که الله متعال به شما داده به دیگران نفع برسانید. با وجاهتی که دارید، با زبانی که دارید سفارشی بکنید، با دیگران همیاری و کمک بکنید. اگر این کار رو هم نمیتوانید، حداقلش این است که شرتان رو از مردم باز بدارید، به مردم بدی نکنید. اینم برای شما یک صدقه هست. پس بنابراین بیاییم از امروز با خودمون عهد بکنیم که همیشه در هر روز و در هر حال صدقه ای رو انجام بدیم. اگر داشتیم مقداری پول رو صدقه بکنیم، از وجاهت و شهرت خودمون استفاده بکنیم، سفارش بکنیم، از قدرت جسمانی خودمون استفاده بکنیم، بار کسی رو روی مرکبش بگذاریم یا در زمینه دیگر با کسی همکاری بکنیم. حداقلش این است که خودمان نیکوکار باشیم و شرمان رو از دیگران باز بداریم. این هم حداقل صدقه و نیکوکاری هست. امیدوار هستم که الله متعال تمامی صدقات من و شما را به بارگاه خودش بپذیرد و نعم البدل و بزرگترین پاداش را هم در دنیا و هم در آخرت به من و شما عنایت بفرماید. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.